اشک در چشمان و بغضم در گلوست، مرگ او را از کجا باور کنم؟ من جان ناقابلی دارم، جسم ناقصی دارم. خود را نگهدار. این یک بدبختی دنیا بود، هر کس خود نگاه میکنه. نزن جمع شد، سر تمار بزیده شولی تبخ پرده تبخ کلی پرده خودت بزن. هیچ کس گپ حق نمیگه، هیچ کس صدای خود بلند نمیکنه. کل کشورهای اسلامی رو در قضیه فلسطین دیدی سر خود خم انداخت. کشورهای کفری مظاهره میکنه، حکام کفری میگه این ظلم است که در رئیسی، حکام مسلمان سر خودت انداخت. خود را نگهدار، خود را نگهدار. نگاه خدا، هیچ خدا رفتنی نیستی. این زور گفتنا آجل جنگ، اخطار، سویج، تکمه، راکتا، اسکار، درونا، استوی، فلان و فلان فلان کلش تیار است. هر کس زور داشت که زور بگه. اینم از تو که پهلوان بود زور میگه سرت، قدش بلند بود زور میگه سرت، پیسه زیاد بود زور میگه سرت، اخطار گم شدن میده. هیچ کس نمیگه من زور هستم بیا تو پرورش بتم نگاهت کنم تو هم قوی شوی. نه. از همان روزی که دست حضرت قابیل گشت آلوده به خون حضرت حابیل، از همان روزی که فرزندان آدم صدر پیغامبران حضرت باری تعالی زهر تلخ دشمنی در خونشان جوشید، آدمیت مرده بود گرچه آدم زنده بود. از همان روزی که یوسف را برادرها به چاه انداختند، از همان روزی که با شلاق و خون دیوار چین را ساختند. اینایی را که امروز از افتخارات و عجایب روزگار است که سیک مردم ها کشته شده، احرام مصر که تو میبینی به خون مردم آباد شده، اینا ظلم بشر هم نشان میده در پوری عجایب افغانه. بدبختی انسان هم نشان میده که چقدر انسان زیر شلاقا مرده، خود از دیوالا دفن شده، به خون انسان آباد کرده. از همان روزی که یوسف را برادرها به چاه انداختند و این چاه انداختن ها هنوز از تاریخ موتور هم بخوان فراوان است. از همان روزی که با شلاق و خون دیوار چین را ساختند، امیالی بلند منزلای زیاد مردم به خون مردم آباد شده. عزیزای دل من، اینا داستانای سابقه نیست، داستان امروز بشر است. از همان روزی که یوسف را برادرها به چاه انداختند، از همان روزی که با شلاق و خون دیوار چین را ساختند، آدمیت مرده بود. بعد دنیا هی پر از آدم شد و این آسیاب گشت و گشت، قرنها از مرگ آدم هم گذشت، ای دریغ آدمیت برنگشت. آدمیت برنگشت. قرن ما روزگار مرگ انسانیت است. قرن ما اینمی تعریف خوبترین امی آدم کردن. به کل سمینار ما همیست همیگه. بس قرن ما، نام قرن ما چی است؟ نام قرن ما عزیز دل هیچ نام دیگه نمانی، نه پیشرفت، نه شکوفایی، هیچی. وقتی انسانیت مرده باشه کل از اینا بی‌ارزش است. کلش رفتن به مریخ هیچ دیگه ارزش و اهمیتی نداره. وقتی کودکی در فلسطین زیر بم هیچ ارزشی نداره. لکه ننگ است بر تمام 8 میلیارد انسان قرن 20 و هر کس نظر به زورش لکهش بزرگتر و پیش خدا جواب داده.